رادیوی تاجیکستان گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز، حالا سلسله گفتارها را از روی کتاب سیمومین یتیموف معلم من که در آن مجموعی مقاله ها وابسته به فعالیت آموزگاری معلمان مکتب های میانه و عالی که مؤلف خدمت آنها را در تربیه و تشکل جهانبینی علمی، معرفتناکی و بیدار کردن حس دانش اندوزی نورسان و جوانان زمان فوق‌العاده ارزشمند می‌شمارد گرد آورده شده اند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر به سمعتان میرسانیم. گفتاری یکم. کسی کو به دانش توانگر بود به جای سرسخن. وقتی سخن درباره سودمندی زندگی انسان می رود، ضرور است ظهورات و جریان ها با مفهوم ها افاده گردند. این شکل منطقی امکان می دهد که محاکمه رانی ها و خلاصه براری ها سرچشمه معنوی نیرومند داشته باشند، ماهیت را افاده کنند. واژه معلم مفهوم و اصطلاح است. خاصیت معین کنندگی دارد. از لحاظ معنی بزرگتر، عمیق‌تر از درک، احساس و تصور یک ظهورات است. واحد معنایی است که برای رسیدن به عمق آن تفکر قادر است از شکل تا به ماهیت مسئله رسیدگی داشته باشد. اهمیت و ضرورت مراقبت نزدیک شوی به اصل مسئله را تفسیر نماید. ریشه اصطلاح علم است. همین خاصیت موضوع را مشکل می سازد. مفهوم را در چهارچوبه مشخص حفظ می کند. خاصیت، مندرجه، وظیفه و فونکسیون ساختاری منسوب به آن را معین می نماید. توسط فلکس داخلی که از خاصیت‌های زبان عربی است، از اسم ابسترکت سوبیکت فعال می آفرد، یعنی شخصی که با علم سر و کار دارد، آن را تعلیم می دهد، می فهماند، می آموزد، به شاگردان آموخت می کند. در این مورد جدیت مسئله در آن است که تمام ظهورات هستی را معلم در دایره همین اصطلاح تفسیر و اثبات می نماید. در چهارچوبه مفهوم سیمانتیکی و پولیسمی علم حقیقت مطلق افضلیت ندارد. برعکس، دانستن جریان ابدی به آخر نزدیک شوی تفکر به هدف تدقیق می باشد. به همین خاطر روند دستاورد حقیقت علمی درجه بندی می گردد. برای تفسیر اصطلاح ریشگی که در مفهوم معلم منطقی کلیدی دارد، می توان خاطر نشان کرد که علم گفته شکل فعالیت انسانی را می نامند که توسط آن آموختن، نتیجه برداری خاصیت، مناسبت به قانونمندی های پیدایش و انکشاف اشیا، اینچنین جریان های طبیعت، جمعیت و تفکر در نظر داشته می شوند. معلوم است که همچون مرادف علم کلمه دانش وسیع استفاده می گردد و برعکس. در این حالت باید دانسته باشیم که نه همه دانش ها و دانستن ها علم هستند. نظارت و تفسیر عادی ظهورات، واقعات، جریان های محیط اطراف، اخبار اولیه نمی توانند علم باشند. علم در مجموع دلیل ها، حادثه و واقعه ها علاقمندی سببی آنها را آشکار می سازد. در تجربه می سنجد، آزمایش می کند، ضدیت، نافهمی، گوناگون رنگی بین ظهورات و ماهیت مسئله ها را برطرف می نماید.
فرضیه منطقی درست نظریه و یا نتیجه عملی آن را به نمایش می‌گذارد. چون این دستاورد مستقل است، خاصیت همه شمولی دارد. از سوبیکت آدم مناسبت‌های شخصی و باورهای او وابسته نیست. انا همین است قیمت سوادناکی و دانش‌های علمی در مقایسه با اعتقاد و باورهای کورکورانه، موهوم، معلومات ناسنجیده، غرضناک، خرافاتی که سبب بی‌ثباتی اجتماعی می‌گردند. جامعه را در حالت رکود، قحطی، دستنگری، وابستگی و نزاع نگاه می‌دارند. مردم را پایبند معنوی، جسمانی و ابزار بیگانگان می‌گرداند. استقلالیت ذهنی همچون نتیجه مختاریت سیاسی ملت را زیر سؤال می‌برند. دولت را به شکست روبرو می‌سازند. محض با همین سبب معلم از لحاظ موقع و منزلت اجتماعی وابسته به تعیینات اصلی خود همچون شخصیت صاحب کسب، دانا، توانا و وطن پرور تنها به علم تکیه می کند. دیگر نمود دانش‌ها را با چیره‌دستی و بلاغت سالاری در خدمت علم قرار می دهد و صاف اندیشه و روحیه معرفتناکی، هوشمندی، سرلوحه افتخار و ننگ و ناموس روح بخش دولتداری ملی، خیرتمندی و خیرتستایی، تشویقگر راستی و رستگاری، مسئولیت شناسی و خودآگاهی، انگیزنده شأن و شرف و غرور تاجیکیت و رسالت شناس می باشد. معلم بزرگترین عنوان است که در کل تاریخ انسان فکر کرده برآورده است. هر یک درس او مقصدناک است. به رشد و نمو و شایسته سالاری حیات اهل بشر روانه گردیده است. سترگی و شوکت انسان از درجه علم و دانش وابستگی دارد. معلم آفرنده اعجاز و کارنمای هاست. همزمان با این باید دانست که مقصدگذاری فعالیت معلمی مفهومی به خود نسبت داده شده نیست. برعکس به تأثیر رسانی و برطرف سازی صفت، خاصیت و ظهورات جهان بیرونه نگرانیده می شود. معلم تجسم زحمت خود را در جهان بینی و رفتار و کردار سازنده شاگردانش در می یابد. از این نتیجه قناعتمند می گردد، زیرا آنها این انعکاس کننده روح تربیه و تعلیم او می باشد. در دایره چنین اندیشه ها در کتاب خاطرات چند درباره شخصیت، کسبیت، درجه عالی زیایی، شایسته سالاری، پرچم بردار و بزرگ دارندگان عنوان آموزگار گرد آورده شدند که ما در برابر پدر و مادر زحمت‌های آنها را همچون اعمار قصر زندگی خود می‌شناسیم. به این وسیله اجرای وظیفه خود می‌شماریم که عرض سپاس خاکسارانه را در برابر مهنت و رنج‌های قهرمانان بی‌نظیر جبهه آفرندگان فضا و عالم انسانی ابراز داشته باشیم. معلم من. بزرگترین نعمتی که در دنیا عرض هستی می کند علم و دانش و فرهنگ و معرفت است. مکتب‌های میانه و عالی نه برای آن افتخار می کنند که چه مقدار شاگرد تربیه کردند، با آن فخر دارند که چقدر شاگرد تربیه نمودند که برای مردم و جامعه فایده بخش بودند. در دولت بزرگتر و مقدستر از مکتب دیگر مؤسسه وجود ندارد و وجود داشته هم نمیتواند. آن چیزی که در جامعه هست ساخت دولتداری، صلح و ثبات امروز و آینده، رشد و ترقیات از مندرجه، محتوا، صفت و نتیجه کار مکتب وابسته است. آن چیزی که در جامعه هست ساخت دولتداری، صلح و ثبات امروز و آینده، رشد و ترقیات از مندرجه، محتوا، صفت و نتیجه کار مکتب وابسته است و مکتب
نیرومندترین واسطه آزاد کردن انسان و نیرومندترین واسطه غلام کردن انسان می باشد. در دولت آزاد مکتب واسطه آزاد کردن و در دولت تفکر محدود واسطه غلام کردن انسان است. لیبکنخت. مهمیت مکتب از 7 تا 18 سال حیات انسانی فرصت بنیاد تکرسی حیات باقی مانده آدم است. در مورد فعالیت مکتب گفتن مشکل است که چی در جای اول می ایستد؟ تعلیم یا تربیه؟ اینها مفاهیم‌های یکدیگر را پر کننده می باشند. به یکدیگر وجود داشتن نمی توانند. در این مورد می توان بحث کرد، لیکن به اندیشه ما در هر حالت تربیه در جای اول می ایستد. آن مفهوم پولیسیمی، جنبستی، خلاصوی و معین کننده است. تعلیم مهمترین واسطه سیستم کنانی، اساسناک نمودن، تقویت بخشیدن معنویت انسانی، تنظیمگر نیت و نقشه های سازنده تربیه است. علم واقعیت بخشی، ثمره‌ناکی، نتیجه گیری و سمت های تعلیم را معین و تأمین می کند. و البته به قول پستالاتسی تربیه و فقط تربیه مقصد مکتب می باشد. معرفت کنانه باشد اسباب تربیه است. در جریان تعلیم و تربیه معلم شخصیت مرکزی، آفرنده فضا و عملی کننده مقصدناک تربیه است. بنای حاضر زمان مکتب، وسایط تکنیکی، صنف‌های کامپیوتری، میدانچه‌های برهوای ورزشی گرچنده مهمند، اما نقش مرکزانیده شده معلم محور معین کننده جریان معرفت کنانی بنیادی جامعه بود، هست و باقی خواهد ماند. در هر مکتب حد اقل می باید چند معلم فعالیت کنند که طلبگان امکان داشته باشند تا در سطح کدام یک صنف از دست آنها گذرند. معلمانی که در تخصصمندی، مقصدناکی و سمتگیری تربیت شاگردان خاطرمند باشند. به تعبیر گگل، عامل خودشناسی و هدایت کننده شناخت واقعیتی هستی گردند. اگر مکتب این امکان و قدرت را داشته باشد، خودکفا و کامگار است. برای من همچنین معلم که بعداً تمام عمر انگشت گزیدن به شاگردان ماند، عثمان رحمانوف بود. او یک مرد قامت بلند و تنومند، به اندازه بدنش کله کلان داشت، سفید پوست، چشمان تاجیکی مایل به جستجوی درک عمق انسانی، حرکت‌های بدون کوشش زیادتی از خود گذاشتن تأثیرات به فایده اعتراف فضیلت‌های خویش، کم گپ اما خوش سخن، جدی لیکن کشاده‌رو، دانشمند ولی خاکسار، سرطلب و همزمان عادل بود. مناسبت او با اطرافیان در موازنت به سین و سال و منزلت آنان قرار داشت. شاید دقیق نباشد، اما چنین به نظر می رسید که عثمان رحمانوف به هم صحبت زیاد احساس نیازمندی نمی کرد یا چنین خصلت داشت. به نظر ما شاگردان می نمود همسانی را که او در درجه جهانبینی، دانش، درک واقعیت هستی و عمق محاکمرانی نزدیک به خودش باشد کمتر پیدا می کرد. از همین جهت معامله عثمان رحمانوف با دیگران در درجه سلام و علیک، حالپرسی و تصدیق واقعی احترامات یکدیگری محدود می گشت. از خود شخصی اندیشمند، آگاه و مایل به نوجویی را می ماند. کوتاه سخن بود، اما هر وقت معنی، فکر بیکر و اندیشه جالب توجه می گفت. صاحب معلومات واقعات زمان زود تغییر یابنده بود. گمان می کردی که این شخص درباره تمام رویدادی که در طبیعت، جمعیت و معنویات به وقوع می آید معلوماتی به تفصیل دارد. اگر نفر ضرورت به دانش داشته باشد می تواند در این باره از او معلومات پوره بگیرد. با همین خصلت و فضیلت شاید برای خود او ناعیان توجه و احترام همگان را به خود جلب می نمود.
عثمان رحمانوف در همسایه دهه ما اتفاق زندگی میکرد. به کار پیاده آمد و رفت داشت. مسافه 3.5-4 کیلومتر باشد هم از یگان نمود نقلیات استفاده نمی برد. سالی که ما در صنف 5 می خواندیم او را دیرکتور مکتب تعیین کرده بودند. فقط شیم و کاستومی سیاه، کرته رنگش سفید یا شیرچایی، کفش یخیله سیاه می پوشید. تاقی چستی می ماند. رنگ تاقی خیره نشده آن را عوض می کرد. لباسهای معلم دائما پاک و نهایت احتیاطکارانه درزمال شده. صرف نظر از باد و هوا و مسیر دهه، پایافزالش دائما تازه و آزاده. با گذشت چند سال وقتی سابق شاگردان درباره خصلت‌های معلم رحمانوف صحبت می‌کردیم، یکی از همصنفان ما گفت: یاد دارید در دوام درس معلم رحمانوف گاهی از جیب رویمالچه دستیش را برآورده با نزاکت خاص و نامعلوم پیشانی خود را پاک می‌کرد. این رویمالچه خیلی تازه، حریر، احتیاطکارانه 4 قط و درزمال شده، مانند به کاغذ آهری دست نارسیده خط بود. آن وقت باری دیگر فهمیدم که نه تنها من، بلکه در همان سین و سال نورسی مکتب 8 ساله دهات دوردست، خوانندگان به کمترین جزئیات رفتار، گفتار، طرز لباس پوشی معلمان توجه می‌کرده بودند و آن یک عمر در خاطر شاگردان باقی می‌مانده است. بعضی معلمان با سبب یا شاید بهانه یگان یا یک چند دقیقه به درس دیر می‌کردند. در 4 سالی که معلم رحمانوف ما را از تاریخ و گئوگرافیا درس می‌گفت، با او یک دفعه همچنین لحظه اتفاق نافتاده بود. ما درس معلم رحمانوف را بی‌صبرانه انتظار می‌شدیم، اما چطور این ساعت‌ها می‌گذشتند بی‌خبر می‌ماندیم. و بعضاً چنین حالت می‌شد که از حساب تنفس هم او به سؤال‌های ما نهایت با دقت و مشخص جواب می‌داد. شنونده‌های عزیز، شما گفتار ادبی را از روی کتاب معلم من مؤلف سیمومین یتیموف در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر از سلسله گفتارهای خوانشی بدیعی شنیدید.